ولی زوجی که علیک حقا، همون زنک هم در سیمت حق داره. خانوابت روز تو بگه روزدار ما شب گساله سیمخیر بوری پشتا بگردوری، خون زنک هم طلب داره، حق داره، نفس داره. همه گوش نمیکرده است، روزا میگریخته است. بعد آخرا دا میگه پشیمان شد، گفت یا لیتنی قبیلت رخصت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش که رخصت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول میکردم. یک وو اضافه میشه. امر یک وو اضافه میشه. امر هم وو نداره. حتی بعضا همین تصحیح میگه کتابو دا چون میکنن جای عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر مینویسن. از بس که خط سوادی خوندن و نوشتن داشت، چند مدت حتی کتب وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثایی را که از حضرت میشنیده است مینوشت، کتابت میکرد. حتی جای اومده است که حضرت ابو هریره گفت که از من بیشتر شاید گفت همه عبدالله ابن عمر حدیث بود. برای که من حدیث را حفظ میکردم، سوادی نوشتن نداشتم، فقط حافظه قلب بود، حافظه صدر. در صورتی که عبدالله ابن عمر می نوشت، سواد که داشت همون چیزوش هم می نوشت. بسیار آدم متقی بود، پاکیزه روزگار بود، شخصیتی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دوستش می داشت. یک روز میگنش که عبدالله ابن عمر یک عمری مدید روزدار ای خونه بود، دایم روزدار ای. بعد صداش کرد، گفت یا عبدالله من شنیدم که همی تو دایم روزه میگرفتی. گفت یا رسول الله همی خیلی قوت دار دستم خداوند، یا دارم جوانم چرا نگیرم. گفتی تری نگیرم، همی هر ماه 3 روز روزه بگی الحسنة بعشر امثالها، حسنه هر حسنه 10 ثواب داره. همی 3 روز در ماه روزه بگی تو گویا که تمام ماه روزه گرفتگی انشاءالله ثواب یک ماه روزه را خدای تعالی برات میده. گفت یا رسول الله من با قوترم خیال میکنم از این در روزه بهتر میگیرم. نباشه گفت با قوت که باشی یک روز بخوری یک روز بگی، روز در میون بگی، دائمی نگی. یک روز روزه بگی یک روز روزه تا بخور. و میگه حضرت گفت که یا رسول الله این در روزه بهتر گرفتن بتونم. بعد گفت این دیگه بهتر نمیشه و این خونه بود روزه این دیگه بهتر نمیشه. احب الصيام الى الله صيام داود علیه السلام کان یصوم یوما و یفطر یوما. محبوب ترین روزه در پیش پروردگار روزه حضرت داود علیه السلام بوده است که حضرت یک روز روزه میگرفت است، یک روز روزه را میخوند است. عید بهتر و خوبتر نمیشود. همتری بگی یعنی حضرت خاموش شده، نه که همه این جوانی همه خیلیده همه دولا گفت که وقتش را اهمیت ندادیم. کمپیری امروز گفت سیناب زخری خالد نه گوش نکردیم، پورا خنک زده است امروز عذاب میکشیم. و حضرت هم کم کم سرکشی کرده و هر روز هم تا روزش دوام میدوده است. زیرا که در آخر حدیث اومده است که وقتهای آخر حیاتش وقتی که مشکلات مواجه شد عذاب کشید و پیغمبر تاکیدش کرده بود که این هر روزش خوب نیست. حضرت گفت این للجسد علیک حقا، این لجسدک علیک حقا. همین جسدی تو در ذمت حق داره. ولی عینک علیک حقا، چشم در ذمت حق داره. وقتی که نخوردی چشم خیره میشید است. همون هم ویتامین در کاره که باید هم بگیرد دوزش. ولی زورک علیک حقا، همون مهمون هم در ذمت حق داره. مهمون بیاید و تلا و دهنت بستگی هیچی نخری و بیچاره هم خجالت میکشه هیچی نمیخوره. ولی زوجی که علیک حقا، همون زنک هم در ذمت حق داره. خانوابت روز تو بگه روزدار ما شب گساله سیمخیر بوری پشتا بگردوری، خون زنک هم طلب داره، حق داره، نفس داره. همه گوش نمیکرده است، روزا میگریخته است. بعد آخرا دا میگه پشیمان شد، گفت یا لیتنی قبیلت رخصت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش که رخصت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول میکردم. همین ما شما را روزی میشوند که پشیمان میشیم. ای کاش که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قط زندگی و عمل میکردم. ای کاش که در محفل و معرکه دنبال شیشتگی بودن حلال و حرام میپرسیدم، برای امروز من آمادگی میدیدم. انسان قویدش همیه از بس که عجولای شیری خان کردگی تا سلامتیش ای دستش نروا به قدر سلامتی نمیرسن.
تا پیر نشوه به قدر جوانی نمیرسه، تا محکمش نکنم به قدر آزادی نمیرسه، تا گشنه نشوه به قدر نو نمیرسه. قایده همین بوده است. برای به قدر نعمت پروردگار رسیدن در کار. شکرگزاری نعمت پروردگار چیه؟ استفاده بودن در کار. در محفل اگر جای سخن از خدا و پیغمبر گفته شید، دو گوش نه 4 گوش قطعی گوش کردن در کار. گوش قلب هم اینجا داخل کردن در کار و حفظ کردن در کار که البته روزی میشوه که انشاءالله به کارت میآید. همین حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکند که بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داد. وقتی وصف جنت میکرد گفت این فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. در جنت گفت غرفه ها هست، در جنت حجره ها و خانه هایی هست همه عینو رای چنان روشنی هست که درونش ای بیرونش میبینی، بیرونش ای درون میبینی. این وقتایی که حضرت صلی الله علیه و سلم نیست خواهد از اون آینه نبود، مردم نمیدونستن که آینهش چیه، شیشه میکنن، همه را شیشه بندی میکنن. چنان تابناک روشنی هست بود در جنت که مقصد چنان جای نمایانی هست که حواست میکنه، ظاهر و باطنش دیده میشود. مگه حضرت ابو مالک اشعری همونجا بوده است، گفت لمن هی یا رسول الله، ای حبیب الله، خداوند خیلی حجره ها را برای کی بیته، این قصر را برای کدام بنده هاش تخصیص داده است؟ حضرت فرمود لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و بات قائما و الناس نیام. برای کسایی را که سخنی نیک خوب دارن، سخنی خوش میگن و مردم نان طعام میتن، دستی به خیر دارن و به شب در حالی که مردم خوب هستن اینا میخیزن و به خاطر الله نماز میخونن، نماز تهجد میخونن. آن همون قصرها مکان اینمی طایفه بنده های خدا هستند. همینه که پروردگار بزرگ همه امکانات برای اکثری ما و شما میسر گردانده است. زبان مداد است. همین زبان وقتی باید سخنی نیک بگویی، به زبان ذکر کنی، میشود که به زبان حقارت کنی، میشود که به زبان غیبت کنی، تهمت کنی. اما در پیش خدای تو جواب میگویی این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بیشک این بینایی و شنوایی و این قلب از هر کدام این قیامت پرسیده میشه. شنیدم که پیر پسر رو به قهر ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. حضرت شیخ سعدی قیزم میکنه شنیدم که پیر پسر رو به خشم ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. مسافر بچه‌ش میگه به خشم غضب جنجال داره که آخه ای خانم بود تیشه را خریدم دیگه هیزم میده کنی برای زمستان را تیار کنی، این تیشه را ندادم که بخی دیواری بچیده بکنی، دیوار ای سرت سبیل مونی چپا کنی. و حضرت نصیحت میکنه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. همین زبان خدای تعالی برای شکر، برای سپاس، برای سخن نیک خیر خلق کرده است. مرد واقعی را باید به غیبت آمادش نکنه،